با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل توسعه هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه به کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان عزیز، موضوع امروزه ما موضوع ورزشی می باشد. این هم باشد استادیوم کلانترین در وارشاوا و در لهستان با نام استادیوم نارادوی. استادیوم نارادوی یک ورزشگاه فوتبال در وارشاوا که در جای کهنه فرسوده شده ورزشگاه 10 ساله ساخته شده است. ساختمان در سال 2009 آغاز شده در آخر سال 2011 به اتمام رسید. افتتاح باشد 16 دکبر سال 2011 میلادی برگزار شد. ورزشگاه برای بازی‌های فوتبال پیش بینی شده است که چند از آنها در چهارچوبه چمپیونات اروپا عاید به فوتبال در سال 2012 که در یکجایی با لهستان و اوکراین میزبان آن بودند برگزار شدند. در ورزشگاه بازی نهایی لیگ اروپا در موسم 2014 و 2015 نیز برگزار شد. ورزشگاه نو دارای گنجایش 64500 نفر میباشد. با بام بازشونده مجهز شده است که میتواند آن را با تالاری ورزشی و کنسرتی تبدیل دهد. مجموعه ورزشی در برابر ورزشگاه از اینها عبارت است: حوض شناوری المپی با جایهای نشست برای 4000 تماشابین و پارک وی اکواپارک، مهمانخانه و کنگرس، توقفگاه وسیع برای 8000 ماشین مستقیما در نزد ورزشگاه و 4000 ماشین دیگر در گرد و اطراف آن جای سازی شده است. این همان استادیوم است که در نوار شما می‌بینید، استادیوم نارادوی شهر وارشاوا. برای با هم تماشا کنیم این استادیوم را از نزدیک. دوستان، گفتن امانه هوا امروز نیمه ابری نیمه آفتاب است. چندان گرم هم نیست، چندان سردم، اما خوب است برای نوار گرفتن و نگاه کردن. یه خوبه هوا و نصیب باشه ما میخوایم بریم نگاه طرف های شهر. چی گفتنیم؟ بریم طرف استادیوم نارادوی ببینیم چی گفته استادیوم. و نگفتن امانت من هست تیم ملی عاید به فوتبال پولند بازی‌های خانگی خود را بیشتر در همین استادیوم باید می‌گرداند. تقریباً 70-80% بازی‌ها را و دیگر بازی‌هاش در دیگر شهرهای مختلفی پولند. خب این کدوم بیسترو کدوم چینا کبابی های اما فعلا بسته است. توریستی دیدم، اتوبوس های توریستی چه قدیمه و این طرف هم پارکینگ های. خب بریم دیگه طرف های شهری وارشاوا. دوستان از این طرفی از دیگه زاویه شما ببینید ساختمان ها و موزه قصر فرهنگی وارشاوا و دیگه ساختمان ها. از این طرف خیلی دیدنی و زیبا و جالب. دوستان عزیز، ما میریم نصیب باشه طرفی استادیوم نارادوی. این هم طرفی استادیوم کوچکی طرف استادیوم میروم و از اینجایی که ما قرار داریم فعلا خیلی دورتر است و ما میخوایم که پیاده بریم چون تمام این کوچه و خیابان‌های دیدنی و زیبای شهر وارشاوا را به نوار بکشیم. دوستان عزیز، این هم از دیگه زاویه ها، از دیگه طرف شهر، از دیگه طرف کوچه ها خیابان های وارشاوا و میریم دیگه طرفی شهر و بیایم چیزا ما آماده کرده میتونیم. دوستان عزیز، چنانچه میتونیم ما در شهر وارشاوا قرار داریم. چند روز که در اینجا سفر داریم و
از تمام نقاط مختلف های شهر ورشاوا نوار میگیریم و امروز هم یکی از اون روزهاست که باید از چند جای دیدنی و زیبای شهر ورشاوا نوار بگیریم و این هم یکی از خیابان‌های مرکزی شهر ورشاوا. نبید دوستان بریم این طرف این طرف بیام نگاه سمت کوچه های شهر با ما باشید دوستان عزیز. این هم دیگه کوچه و خیابان های شهر ورشاوا و ما میریم طرف استادیوم نارودوی. میگن در این طرف هم دیگه کوچه های شهری ورشاوا. دوستان عزیز کوچه هایی که شهر ورشاوا مثل کوچه های پاریس و مادرید سرآدم نیست، خلوت است اما خوب است چون بسیار گفت ایرانه که شلوغ نیست، هم خوبتر است چون ماه تابستان است. دوستان عزیز تمام مردم پولشا یا لهستان واکانس رفتن طرف های چی میگن باشا به استراحت رفتن و هم دیگه کوچه شهر ورشاوا و هم مغازه لوئیس ویتون فرانسوی است. خب بریم دیگه آن گفتی گپا که استادیوم نارودوی در گوشش معلوم میشه و انشالله ما میریم طرف استادیوم. از خود استادیوم چندین نوارها برای شما میگیریم. این هم دیگه سمت یا که دیگه کوچه ها شهری ورشاوا. ولی ما در کوچه علی یروزالیمسکی قرار داریم. علی یروزالیمسکی. خب بریم نگاه طرف ها. دوستان یکم میدان های مرکزی شهر ورشاوا لهستان ما میریم نگاه طرف ها. اینا بینید دوستان این هم دیگه خیابان و کوچه های مرکزی شهر. خب دوستان عزیز نگاه ما رو تنها نگذارید تا آخر برنامه رو بیننده ما باشید. ما کوشش میکنیم جاهای خوب و زیبا و دیدنی و مشهوری ورشاوا رو به نوار بکشیم و بهرش ما پیشکش کنیم. خب میریم دیگه طرف دوستان بینید این هم خیابان دیگه کدام قهرمانی بلند از سال 1890 میلادی تا سال 1970 میلادی زندگی کرده است. شأن این برادرها چی بوده؟ قهرمانی فرانسه است شارل دگول که خیلی قهرمانی مشهوری فرانسه هم هست، یکی از جنرال های جنگی فرانسه. خب میریم نگاه طرف موزه نارودوی. اینجا موزه بوده است. اینجا هم نمیدونم ویستولا کدام شاید اونجا بانک هست، شاید اگه چی باشه چی میگن هتل یا نگاه. این هم چونش گفتیم چی ترانسپورت های شهری ورشاوا نگاه دیگه و این هم خیابان های دیگه. خب با ما باشه دوستان عزیز
برنامه‌های ما جریان دارد در شهر وارشاوا. دوستان عزیز، ما چنانچه می‌دونید در وارشاوا قرار داریم و اینجا موزه نارودوی و موزه ناسیونال، موزه چی میگیم آثارخانه ملی هم باز شده است. مردم درمدهشن 160 لات، یعنی 160 سال میشه از این موزه و فکرم سال نوشته شده است. میریم دیگر طرف ها. و اگر وقت شد یا وقت بود حتما ما موزه میتونیم نوار میگیریم. ولی ما فعلا دیگر چیزا دیگر پلان ها داریم. دوستان عزیز، این هم از دیگر طرفی کوچه های مرکزی شهر وارشاوا و ما میریم فعلا. اینی نمیدونم پول است یا ماست است یا دیگر چیز، و ما میریم. بله برادر، این پلی هوایی است. من خیالم بالای دریا میگذره و بازم باید بیننده باشه. دوستان میریم ببینیم چی گپ است. دوستان این طرف باغ بوده است، باغ بوتانیکی، باغ ملی. طرف هم خیلی سرسبز و زیبا و این طرفش هم همچنان. میریم طرفی استادیون نارودوی. اصلا ما استادیون کار داریم. ببینیم داخل شدن میمونن نمیمونن، بعد نوارگیری میمونن. اگر که ماندن خوب اونا نوار میگیرن، اگر که نماندن چیزی گفتن با کردن نمیتونیم ما. خب با ما باشید. دوستان عزیز، سفرهای ما ادامه دارن در کوچه و خیابان‌های شهر وارشاوا لهستان. این بالای پل یا ماست. ما هم قریب شدیم و استادیون نارودوی که اون یک گوشش معلوم میشه. ما هم هنوز هم قرار داریم در بالای درازترین ماست یا پل در وارشاوا. خیلی دراز است این ماست، این پل هنوز هم خلاص نشده است. دوستان عزیز، ما در دیگر کوچه ها و خیابان های شهر وارشاوا قرار داریم. هنوز هم در بالای ماست هستیم. میرم دوستان عزیز. دیگر پلی دیگه پل بوده است. ای پل چی شدیم؟ دیگر پل میریم و دیگر ماست. میریم طرفی استادیون نارودوی. اون طرف هم یک ماست دیگر است که اون شو گذاشتن. این دوستان دریای ویسلا. دریای کلانترین شهر وارشاوا و تمام این طرف شهر با اون طرف شهر از طریق همین خیل پل ها و اون طرف هم پل ماشین‌گر. این طرف شهر بازار شهر بپیوندن. این برادران استادیون کلانترین هلند از بیرون از کوچه و چون دیدیم هم دریای ویسلا شهر وارشاوا. از اون ماست فقط پل قطارها میگذرن، قطارهای برون مرزی و قطارهای نزد شهر وارشاوا و دیگر شهرهای مختلفی لهستان. سالی را ببینید چه یک منظره زیبا است. تمام شهر وارشاوا از زاویه میتوان. دوستان عزیز، این هم یکی از کوچه‌های خوب زیبا و دیدنی بری استادیون نارودوی. این هم استادیون نارودوی با پرچم پولند را داده شده است، سرخ و سفید.
خب دیگه میریم خود استادیوم داخل میشیم تو ببینیم میمونن یا نمیمونن. دوستان عزیز ما با استادیوم رسیدیم، نزدیک شدیم و میریم داخل استادیوم و ببینیم که ما را اجازه میدن که داخل بریم. این هم یکی از درآمدهای مرکزی و میریم طرفی خود استادیوم. اینجا هم یک مجسمه است آدم رامان، کدام فوتبالیست باشه یا ورزشکار باشه نمیفهم. دوستان اینم محوطه بیرونی استادیوم نارودوی، اوکی استادیوم ملی پولند. دیگه نمیفهم که درآمدگاهش در کجای اصلی که برای داخل شدن. خب میریم از اون طرف پرسان میکنیم. یه هم یک مجسمه دیگه کدام قهرمانی پولند است و میریم بالا. با ما باشید دوستان شما یک بار این آهنایی را بینین از چه چیزا ساخته شده است. این آهنایی را بینین خیلی بخواد، خیلی همچی. خب دیگه نمیفهم که درآمدگاهش کجا باشه. خب این از زاویه استادیوم طرف شهر ببینید دوستان. دوستان عزیز ما وارد استادیوم شدیم، میریم کاسا باید بلیط بگیریم و داخل استادیوم بشیم. این هم ببینید استادیوم بعضی چهاربینی ها رو میگذرونه، اینش خیلی داخلش. این هم داخل شدن به استادیوم وقت فوتبال. ببینید مردم ها و این طرف هم قدم رازی که اینجا هم کنسرت هم نشیده است. ببینید چی هایی کامل نگاه طرف های استادیوم. دوستان عزیز ما وارد استادیوم شدیم و این هم طرف بیرون استادیوم را یک دفعه بینید دوستان. این هم از طبقه سیومی استادیوم. نگه نمیفهمم چند متر چی است و سکتور G2 رقم 3 و میریم طرفی استادیوم. این استادیوم رو ببینید دوستان، استادیوم نارودوی شهری وارشاوا پولشا. بچه ها های رابی چکار استادیوم بچه اینجا ریکنستروکس رفتش از کن. این هم دوستان استادیوم نارودوی. دوستان عزیز ما وارد استادیوم شدیم. این هم استادیوم نارودوی شهری وارشاوا لهستان یا پولشا. ببینید متاسفانه در استادیوم امروز دیگه کارهای ساختمانی رفته است. کدام برنامه‌ای بود جمعش کرده شدن و این استادیومی که هم فوتبال میشه، هم والیبال، هم رگبی. تیم ملی لهستان در اینجا بازی میکنن، بازی خانگی خود دایر میگردن. اینم استادیوم بالا استادیوم خیلی چی است. این هم بالشگاه پولند خوشحالی دارن و این طرف هم از زاویه بالاتر و ما میریم باز هم بالای بالا و نوار میگیریم. این هم جای ویبزال است، سیبزال جای کامنتاتورها و چیه که نوایشه گفتی گپا که پیش میبرن و گپ میزنن نگاه دیگه. خب میریم بالا. عزیز ما از بلندترین چی قرار داریم در استادیوم. خیلی استادیوم کلان است. میبینین در نقطه بلندترینیم. چنانچه گفتیم متاسفانه استادیوم چی میگن
یا که سازش دارن یا که ویرونش دارن. بخیر کدوم کنسرت میشوه برای که صحنه جور دارن. صحنه ساز کیسن. باشه ما یک دفعه استادیوم ببینیم. از نقطه بلندترین که ما قرار داریم فعلا استادیوم نرادوی شهری ورشاوا. ببینین دوستان گفتن امانت فینالی کشاده شوی فینالی 2012 یورو 2012 یا قهرمانی جام اروپا 2012 محض در همین استادیوم آغاز گردید و شروع شد بازی های فوتبال 2012 یورو. و نگفتن امانا در همین سال 2012 در فینال بازی ها در شهر کیفی اوکراین برگزار گردید و تیم اسپانیا تیم ایتالیا را با حساب 4-0 برد و قهرمانی دو کرته و دو دفعه قهرمانی اروپا را به خود کسب کرد. قهرمانی تیم ملی اسپانیا. و دوستان عزیز دیگه طرف میریم. دوستان عزیز این طرف استادیوم، این طرف هم بیرون استادیوم شما ببینید از بالا شیشه بندی کرده شده است. چنانچه گفتیم از بیرون رنگ های پرچم پولند است، سرخ و سفید. استادیوم آرا داده شده است. اینم زاویه بلندترین استادیوم. خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز. من فعلا قرار دارم در یکی از استادیوم‌های بانفوذ و زیبا و دیدنی پولند یا لهستان استادیوم نرادوی. شما یک دفعه ببینید ما در زاویه بلندترین و در نقطه بلندترین این استادیوم قرار دارم. شما یک دفعه استادیوم ببینید. خیلی استادیوم زیبا و برهواست. متاسفانه امروز داخل استادیوم کار رفته است چون در اینجا کدام کنسرت برگزار می‌گردد. با آن خاطر سبزه استادیوم جمع کردن. و دوستان ما گفتن نماند به کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شید و زنگوله دائمی رو برای همیشگی فشار بدید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. دوستان عزیز نگاه برنامه‌های ما ان شاءالله شکل پره نوار در یوتیوب ما پخش می‌گردد. منتظر باشین ان شاءالله در روزهای نزدیک. و اینجا هم پرچم تاجیکستان رو به خود آوردیم. چنانچه می‌دونید ما بدون پرچم استادیوم‌ها نمیریم. ما خاطر تاجیکستان عزیزم همراه ما است. با ما باشید دوستان. فعلا خداحافظ. منتظر برنامه باشین. دوستان عزیز چنانچه می‌دونید ما در ورشاوا قرار داریم و در استادیوم کلانترین ورشاوا و عموما پولند. و ببینید من با خود کی را آوردم 10 میلیون تاجیکستان را با خود آوردم. ببینید این bayrak تاجیکستان در استادیوم نرادوی شهر پولند شهر ورشاوا افراخته شد. و با ما باشید دوستان، دعاگو باشین. روزهای نزدیک شکل پره نوار در یوتیوب کانال ما پخش می‌گردد. چرا ببینید یک دفعه دوستان عزیز bayrak عزیزمان تاجیکستان. و دعاگو باشین دوستان عزیز. دوستان عزیز امید نصیب باشه میگه بیرون از دیگر جاهای استادیوم دیدن میکنیم. شاید موزه داشته باشه خبر ندارم، اما میریم پایان‌تر و دیگر جاها را به نوار میکشیم. این دوستان استادیوم نرادوی شهر ورشاوا 2022. بازم برنامه‌های ما و سیر و گشت ما در استادیوم ادامه دارد و میریم دیگه جاهای مختلفی استادیوم. شاید گفتی که خود موزه داشته باشه، یگان سیگه داشته باشه، دستاوردهای خودی تیم ملی پولند یا لهستان رو شاید ببینیم. و اون خاطر میریم دیگه طرف هم. ما گفتن اما دوستان استادیوم از وقت داخل شدیم باز بود ولی بسته شد. ببینید تمام استادیوم محکم میشه و از برف و باران امین داشته میشه، چون اگر برف و باران باری فرق نمیکنه، بازی ادامه میکنه. دوستان این استادیوم از بالا و دیگه ما میریم طرف
دوستان عزیز دیگه ما میریم طرف های دیگه. من خیالم که چی نداشته است. چی میگن؟ چی؟ موزه بخاطر چی کردن؟ ما میریم دیگه طرف های استادیوم. دوستان عزیز یک دفعه شما را ببینید استادیوم خیلی زیبا ساخته شده است دوستان و یک از استادیوم های زمانوی استادیوم های زمانوی هلند و آوروپا با این سم می شود. چی را؟ یک دفعه خیلی زیبا و دیدنی و بازم با ما باشید میریم نگه طرف ها. دوستان عزیز 22 جولای یا ایولی سال 1955 میلادی اینجا باز شدگی است و نگفتن نماند او وقت 100,000 آدمایی که ایستاده میشدن 100,000 آدم میبرد و حالا فعلا جای نشست داره 58,274 نفر. اگر قدیم مردم که مثلا چی میستن چی میگن چخ میستن 78,000 نفر میبره استادیوم و اینا ببینید 1765 ماشین میبره و 62 جای مثلا ویپ زال داره و این هم استادیوم هم چیش اندازه است 105 در 68 متری گفتی که پا چی می باشد. عموما این استادیوم دیگه عموما خود استادیوم 146 در 99 می باشد اما خود استادیوم فوتبال 105 در 68. دوستان عزیز این هم کمی معلومات بود درباره استادیوم نرودوی. خب یک گردش استادیوم 400 متر است. استادیوم اینجا کابی ساخته شده است. خواهی نمی استادیوم نرودوی شهری وارشاوا می باشد. دوستان عزیز اینجا هم به حساب کاسه هایی که بلیط می فروشند و داخل شدن به استادیوم چند زلات؟ 25 زلات نرمالش 25 زلات بوده است. اولگاوی 19 زلات رادزینی 67 زلات کسی که باشه نگاه نمیفهم. خب دیگه دوستان عزیز میریم دیگه طرف. برنامه ما از استادیوم نرودوی به انجام رسید. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره استادیوم نرودوی شهری وارشاوای لهستان یا پاشا. دیگه برنامه های دیگری ما رو منتظر باشید و شما را به خدای پاک و منان میسپارم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.